سلام، امیدوارم حالت فوق العاده باشه. خیلی خوش اومدی به کانال یوتیوب من متین گودرزی ام، مدرس توسعه فردی و توی این فایل میخوام راجع به چند تا از نشونه های رابطه یه طرفه باهات صحبت بکنم. یه نکته مهم و قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو بهت بگم، هر کدوم از این مواردی که من دارم بهت میگم ممکنه توی رابطه تو وجود داشته باشه، اما کی باید شک بکنی رابطه تو واقعا یه رابطه یه طرفه است؟ وقتی که چند تا از این نشونه ها رو با هم میبینی. تازه اون موقع بشین فکر کن، بعد تصمیم بگیر که میخوای چی کار بکنی با رابطت. بریم سراغ نکاتی که میخوام بهت بگم. مورد اول، طرف در طول روز سراغ شما رو نمیگیره. یعنی چی؟ یعنی اصلا براش مهم نیست کجایید، چی کار دارید میکنید، کی میرید، کی میاید، بهتون پیام نمیده مگر اینکه شما پیام بدید و این اتفاق میتونه یه زنگ خطر باشه برای شما. یعنی چی؟ یعنی آقا تا تو بهش پیام ندی چطوری، چه خبر، اون هیچ وقت سوال از تو نمیپرسه. تا بهش پیام ندی حالشو ازش نپرسی، اون حال تو ازت نمیپرسه. تا ازش نپرسی کجا بودی، امروز چی کارو کردی، اون بهت جواب نمیده که کجا بوده. و کلن اینکه پیگیر شما نباشه میتونه زنگ خطر باشه. دومین مورد، علاقه به دیدن شما نداره. یعنی چی؟ یعنی تو ابتدای ماجرا هیچ قراری با شما نمیذاره. یعنی آقا بچینیم همدیگه رو ببینیم وجود نداره. تو موردهای جلوتر اگر شما هم بخواید قرار بذارید شما رو میپیچونه. کار دارم، نیستم، مشغول کاریم، مشغول انجام دادن کارهای دانشگاهم، نمیرسم بیام، خستم، یا به هر بهونه‌ای اگر بخواد طرف شما رو نبینه، اینم میتونه زنگ خطر دیگه باشه. مورد سوم که یکی از مهمترین موارد، طرف از جمله‌هایی مثل من لیاقت تو رو ندارم، یا اینکه من مناسب نیستم برای تو لیاقتت بیشتر از این حرفاست، تو داری در کنار من اذیت میشی و از این جمله‌ها خیلی استفاده میکنه. اینم میتونه زنگ خطر مهمی باشه. چرا؟ چون رابطه‌ای که برای طرف مقابل مهم باشه در هر صورت طرف وای میسه و براش تلاش میکنه. وقتی این اتفاق میفته و طرف مقابلتون برمیگره خیلی مستقیم شما میگی که من لیاقت تو رو ندارم، تو داری در کنار من اذیت میشی، تو لیاقتت بیشتر از این حرفاست، در واقع طرف مقابلتون علاقه ای نداره توی اون رابطه بمونه، ولی به خاطر موارد مختلف مثل اینکه شما اذیت نشید یا خیلی چیزای دیگه، خیلی موانع دیگه که جلو راهش وجود داره، اینو مستقیم به شما نمیگه. حواستون به این موارد باشه. هر کدومو دیدید توی زندگیتون، توی طرف مقابلتون، سریع تصمیم نگیرید، هول نشید، برید ببینید مشکل کجاست. من تمام این مواردو از شاگردای خودم به دست آوردم. یعنی چی؟ یعنی تمام بچه‌ای که توی کلاس معجزه جذابیت من شرکت کرده بودن، که توی اون کلاس راجع به باورهای اشتباه صحبت می‌کردیم که باورهای اشتباه رابطه چیه و اونا رو برطرف بکنیم. با شاگردا داشتم صحبت می‌کردم. این موارد همش تو بین دانشجو خودم بودش که فلان اتفاق افتاده، طرفم فلان حرفو میزنه و غیره. و چه جوری این مشکل حل میشه؟ یه راهکار کلی بیشتر وجود نداره. شما باید جذابیت خودتو بیاری بالاتر. حالا جذابیت چه شکلی میاد بالاتر؟ وقتی باورهای اشتباه حذف بشه، وقتی اشتباهاتی که توی گذشته انجام میدادی رو دیگه تکرار نمی‌کنی. و ما توی اون کلاس کامل راجع به همه اشتباهاتی که توی رابطه وجود داره صحبت کردیم. دیگه مفصل من اینجا بازش نمی‌کنم. دمت گرم تا اینجای ویدیو رو دیدی. حتما ویدیو رو لایک کن، نظری داشتی تو کامنت ها بنویس، سوالی داشتی بپرس، کانال رو حتما سابسکرایب کن. دیگه نزدیکای 1000 تاییم، ان شاءالله که سریعتر برسیم بهش و عشقی.